هیچ داروخانه‌ای نمیخواد تو اینو بدونی، اما من بهت میگم اگه فقط یه تیکه پنبه تو خونتون باشه دیگه هیچ نیازی به پزشک ندارید. ناف مرکز تعادل توی بدن توی طب هندیه. روغن‌هایی که بهت میگم و اگر با پنبه به نافت بزنی بیماری‌ها درمان میشه. این ویدیو رو سیو کن که اسم این روغن‌ها یادت نره. کسانی که زیاد در طول روز نفخ میکنن روغن سیاه دونه استفاده بکنن. کسانی که درگیر کبد چرب هستن روغن خار مریم رو با پنبه به نافشون بزنن. اگر مشکل تخمدان یا سردی رحم دارین از روغن رازیانه استفاده کنین. اگر سرماخوردگی یا درگیر آنفولانزا هستین با پنبه یکم الکل به نافت بزن. و عزیزانی که درگیر یبوست هستن روغن زیتون به نافشون بزنن و در جهت عقربه های ساعت مالش بدن که مشکلشون حل بشه. اگه میخوای بدونی برای از بین بردن درد مفاصل چه روغنی رو به صورت موضعی استفاده بکنی کپشن رو حتما مطالعه کن. برای حمایت از من حتما این پست رو لایک کن و 2 تا قلب قرمز کامنت کن. فالو پیجم فراموش نشه. ممنونم.